محیط زیست مبحثی فراموش شده در جمهوری اسلامی. گفتگوی ما با سامان غزالی را میشنوید. آقای غزالی، سلام دارم به شما. اولین بار است که در رادیو پیام شرکت میکنید. بهتون خوش آمد میگم و ممنون از اینکه این فرصت رو دادید که با هم باشیم. با سلام خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو پیام. هستم در خدمت. خواهش میکنم. متاسفانه ما مرداد ماه رو با یک خبر بد آغاز کردیم. در دوم مرداد ماه امسال ما شاهد آتش سوزی در منطقه کوه آبیدر سنندج بودیم که در نتیجه اون برای در واقع کنترل و خاموش کردن آتش 3 نفر به فعال محیط زیست به نامهای خبات امینی، حمید مرادی و چیاکو یوسفی نژاد جان خودشون رو از دست دادن. اگر امکان داره یه مقدار اینو بیشتر باز بکنید تا بعد بریم بحث رو در نکات دیگه این موضوع که اهمیتش چه هستش و ما باید چه کار بکنیم رو بیشتر باز کنیم. بفرمایید. قبل از هر چیزی یاد حمید، چیا و خبات رو که در آتش کوه آبیدر جونشون رو از دست دادن یادشون رو گرامی می‌داریم. خب این قاعدتا این جدال بین آتش، بین زندگی و مرگ هست واقعیتش. بچه ها وقتی که فهمیدن تو آبیدر آتش سوزی روی داده، فعالین محیط زیستی سنندج به اونجا رفتن و در حال خاموش کردن آتش متاسفانه 3 تا از رفقامون جونشون رو از دست دادن. این میراثیه که شریف بازور و همراهانشون برامون به جا گذاشتن و ما اون رو با شعار فداکاری اوج انسان بودن است و اندیشه سبز رهبر و پیش قراول ماست میشناسیم. سالهاست که فعالین محیط زیستی به اشکال گوناگونی بار سنگین تخریبات محیط زیستی رو به دوش میکشن. تخریباتی که هرچند طبیعی جلوه میکنه اما باز هم بازتاب نظمی نابرابر است. بازتاب ساختاری است که نه تنها از حیث سیاسی و اقتصادی بلکه از حیث زیست محیطی نیز مناطق پیرامون شده رو استثمار و استعمار میکنه. برای همین محیط زیست میدان منازعه بین نیروهای مرگزا و نیروهای زندگی بخش است. از این منظر تمام جانباختگان محیط زیستی که در کردستان به شهیدان ژینگه معروف هستند، جانهایی هستند که در راه زیستن به پیشواز مرگ رفتند، جانهایی که ارزشمندند و زندگی رو برای ما معنای دوباره بخشیدند. مرسی از توضیحتون. آقای غزالی، این بار اولی نیست که ما شاهد این اتفاق میفتیم در حداقل در آبیدر سنندج مثلا اتفاق افتاده. ما اگر حالا آمار درست بخوایم ارائه بدیم شاید دست کم 20 فعال محیط زیست در جنگل‌های زاگرس در جریان مهار آتش سوزی جان خودشون رو از دست دادن. میشه مثلا به البرز زارعی، اسماعیل کریمی، مختار خندان اشاره کرد. ما با یک سیستمی الان روبرو هستیم که هیچ از خودش تعهدی نشون نمیده. آیا ریشه این قضیه تصادفیه؟ آیا ربطی به زمین خاری داره؟ و برای منشأ آتش سوزی از کجاست؟ و بعدم هیچ کس تعهدی رو به عهده نمیگیره. یعنی به هر حال نقش ما همش داریم میبینیم که فعالین محیط زیست دارن میرن تلاش میکنن، در یک مقاطعی هم فعال محیط زیست رو دستگیر میکنن، محیط بان رو میکشن و یا اگرم کاری میکنه اون مجرمه. یک سیاستی در اینجا هست که معلوم نیست که آیا محیط زیست مسئولیتش با مردم هست، آیا این مسئولیتش با دولت هست، با برای کی هست این قضیه مسئول این قضیه باشه؟ خب همینجا بذار سوال رو حالا یه جور دیگه هم پاسخ بدیم. یعنی ما با نقش
دولت در بحران و صراع غیبت اون میتونیم صحبت کنیم، از این منظر میتونیم باش صحبت کنیم. قبل از اینکه وارد این بحث بحران و نقش دولتتون بشیم، من میخوام جواب این سوال رو بدم که عامل اصلی آتش سوزی ها و تخریبات محیط زیستی بنا به تحقیقاتی که خود انجمن‌های زیست محیطی کردستان انجام دادن، خاصا تو کردستان، بیش از 90% عامل انسانی داره. یعنی عوامل طبیعی کمتر حتی از 5% هم دخیل نیستن تو مثلا آتش سوزی هایی که اتفاق میفته تو کردستان. آتش سوزی های 1402 نیمه اول 1402 در کردستان 14% آتش سوزی های کل ایران بوده، در حالی که جنگل های کردستان 1.4% کل جنگل های ایران رو تشکیل میده. برای همین این آتش سوزی ها عامل انسانی داره، ولی عامل انسانی وقتی صحبت میکنیم بس از فردی که تو جامعه هست نیست، بس از ساختارهایی هست که رؤیت پذیر نیستن و ما باید اون رو رؤیت پذیر کنیم. اون ساختارهای قدرت و مناسبات قدرت و مناسبات ثروت سرمایه‌داری که هستن که در داخل ایران حاکم هستن. به همین خاطر چه ما دولت رو به عنوان نماینده طبقه حاکم در نظر بگیریم و چه به عنوان نتیجه وضعیت هستی شناختی تکثر جوامع در نظر بگیریم، دولت کارگزار توسعه هست و همواره با چالش بین توسعه و تخریب روبرو است. بر همین اساس منطق درونی دولت از همون منطق پیروی میکنه که تو منطق نظام سرمایه‌داری است. با منطق نظام سرمایه‌داری هم قاعدتا ما با منطق انباشت سود و ثروت اون رو میشناسیم و این منطقی بحرانزاست و منطقی تخریبگر محیط زیست است. یعنی هرچه سیستم سرمایه‌داری به پیش میره ما شاهد تخریبات عظیم محیط زیستی نیز هستیم. بر همین اساس من رجوع میکنم به یه مقاله‌ای که من و دوست عزیزم جمیل رحمانی تو نشریه کمار منتشر کردیم و تو اون 3 عرصه رو شناسایی کردیم. 3 عرصه‌ای که یعنی اون بحران درونی دولت رو نشون میده. این 3 عرصه، یکی عرصه سرمایه‌داری سیاسی هست که توضیح میدم عرصه رو. دومین عرصه گفتمان خودکفایی هست و سومین عرصه استعمار هست، استعمار داخلی یا استعمار بین‌فرودستی. ما با اتکا به خشکاندن دریاچه ارومیه که نمونه از تخریبات محیط زیستی هست رو یعنی این 3 عرصه رو شناسایی کردیم. خب تو سطح سرمایه‌داری سیاسی در ایران با وجود این که دولت خودش رو به عنوان کارگزار توسعه و مدافع خیر عمومی و مجری اون معرفی میکنه، اما در واقع دولت انحصارگر قدرت و ثروت است که منافع گروه‌های خاصی رو تأمین میکنه. نهادهای موازی تو ایران بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد رو در عرصه‌های مختلف کنترل خودشون دارن و تولید و توزیع ثروت از مناسبات رانتی پیروی میکنه. در نتیجه نزدیکی و دوری به ساختار قدرت عامل تعیین کننده تو کسب ثروت است. بر این اساس سیستم اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایه‌داری سیاسیه، چون در اون سود نه از راه تولید بلکه از راه غارت و زور به دست میاد و کسب سود تابع از خب قاعدتا مناسبات قدرت هست. همونطور که وهابی صحبتش رو میکنه این نظام سرمایه‌داری سیاسی رو، میگه نظام اقتصادی ایران نیازمند تبیینی در سطح توزیع و بر اساس چارچوب‌های مفهوم نهادگرایانه است. به زعم وهابی سرمایه‌داری سیاسی شیعی در ایران شیوه ویژه‌ای از مالکیت رو بر اساس نوع خاصی از هماهنگی که همون هماهنگی ویرانگر هست برساخت داده که به اون مالکیت انفال میگه. مالکیت انفال یعنی غارت دارایی و اموال بدون مالکیت، یعنی طبیعت. یعنی ما با چیزی مواجه هستیم که
اون رو دارن انفال میکنن و دارن چپاول میکنن و اون طبیعت هست. و از سرمایه‌داری سیاسی شیعی مولد ظهور مجموعی از نهادهای موازی همچون خب قاعدتا سپاه پاسداران بوده و برای روشن شدن این بحث ذکر چند مثال قاعدتا ضروری است. تا سال 97 بیش از 150 سد ملی به بهره برداری رسیده که به گفته فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا 55% از اون سدها رو توسط قرارگاه ساخته شده. یعنی از زمان تأسیس قرارگاه تا سال 98 70% سدهای ایران توسط سپاه درست شده. همچنین پروژه انتقال آب کانیسیب پیرانشهر به دریاچه ارومیه که 1400 توسط دولت رئیسی افتتاح شد نیز توسط قرارگاه سپاه چیز شد، قرارگاه خاتم الانبیا درست شد. پس ما نتیجه میگیریم که یکی از عامل‌های بحرانزا تو سیستم ایران یا سیستم اقتصادی سیاسی ایران سرمایه‌داری سیاسی هست که از راه نهادهای موازی داره طبیعت رو چپاول میکنه و غارت میکنه. و البته وهابی از چی صحبت میکنه؟ از این صحبت میکنه که تو این سطح انباشتی روی نمیده، یعنی انباشت سرمایه‌ای روی نمیده و همش از ایران خارج میشه. ولی واقعیت این است که ما با حالا حداقلی از انباشت مواجه هستیم که مثلا تو مرکز تبدیل به رفاه میشه، ولی تو مناطق پیرامونی شده اصلا نه تنها تبدیل به رفاه نمیشه بلکه طبیعتش هم داره غارت میشه. سطح دوم این بحثمون بحث گفتمان خودکفایی هست. یعنی جمهوری اسلامی همواره استقلال رو به معنی خودکفایی فهمیده و درک کرده. برای همین مثلا تو بند 13 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و نظامی تایید شده و در بند 9 اصل 43 نیز به صورتی مختصر مشخصتر بیان شده که تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی رو تأمین کنه و کشور رو به مرحله خودکفایی برسونه و از وابستگی برهانه. یعنی خودکفایی از اهداف اصلی توسعه بوده همواره در داخل ایران. برنامه‌های توسعه در ایران همواره بر خودکفایی تاکید، یعنی متکی بر خودکفایی بوده بدون اینکه حتی کوچکترین ملاحظات اکولوژیکی در مناطق پیرامونی شده رو در نظر بگیره. این برنامه‌ها با ترویج کشاورزی غیر عقلانی و تاکید بر الگوهای محصولات آببر فاقد هر گونه ملاحظات اکولوژیکی هم بوده و تاکید بر خودکفایی باعث گسترش سریع زمین‌های زیر کشت شده. ما در حوزه دریاچه ارومیه که تحقیقات میدانی داشتیم تو وقتی که این مقاله رو می‌نوشتیم فهمیدیم که تنها تو یکی از روستاهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه نزدیک به 300-400 هکتار، بین 300 تا 400 هکتار مراتع رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی کردن. در همین راستا مدیر کل حوزه آبریز دریاچه خزر و ارومیه هم گفته که در 4 دهه گذشته 200 هکتار زمین‌های زیر کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه بهش اضافه شده که 50,000 هکتار اون تنها در 5 سال اخیر کشت شده. برای هر هکتار زمین زراعی هم که طبق آمار 9,000 متر مکعب آب لازم است برای زمین‌های کشاورزی. برای هر هکتار باغ نزدیک به 12,000 متر مکعب آب لازمه. بنابراین به راحتی میتونیم تصور کنیم که توسعه زمین‌های کشاورزی بدون در نظر گرفتن توان منابع آبی و تأمین اون چه تبعاتی میتونه به زیست بوم وارد کنه. این در حالی که به گفته مسئولان حتی 30% از تولیدات کشاورزی هم تو ایران هدر میره و بنابر اون 30% از آب بیهوده داره تلف میشه. ما تا قبل از انقلاب اگه رجوع به یه آمار دیگه بکنیم، ما تا قبل از انقلاب 47,000 حلقه چاه در ایران داشتیم، اما این آمار در 4 دهه اخیر به 1,000,000 حلقه چاه رسیده
و تنها در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بیش از 120 هزار حلقه چاه وجود داره. یعنی تقریبا میتونم بگم دریاچه ارومیه را تو حالت آبکش کرد، اینقدر دور و بر دریاچه ارومیه چاه وجود. از تاکید بر خودکفایی، فرآیندی که به موازات اون یعنی به موازات فرآیند جهانی خودش رو به پیش برده و به کالایی سازی طبیعت انجام ده. در ایران نیز بخش‌های مختلف طبیعت مانند آب و جنگل و غیره مشمول این کالایی سازی شده. تاکید بر خودکفایی لایحه و آیین‌نامه‌هایی رو به تصویب رسونده که امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط زیستی رو آسان‌تر کرده و زمینه رو برای دخالت بخش خصوصی در طبیعت رو هم خیلی راحت‌تر به پیش برده. ما این سطح دوم بحران‌هایی هست که یعنی عوامل بحرانزایی هست که البته درسته که تو دریاچه ارومیه ما ازش صحبت کردیم، ولی این رو میتونیم به کل منطقه سیستم سیاسی و اقتصادی ایران تعمیم بدیم. و سومین عاملی که ما ازش صحبت میکنیم تو اون بحث مقاله استعمار بین فرودستی و هم بحران محیط زیستی است. یکی از عامل‌های بحران محیط زیستی در مناطق پیرامونی شده ایران مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب‌های همچون هورالعظیم رو باید در تبدیل مناطق پیرامونی شده به مستعمره‌های داخلی فهم کرد و درک کرد، یا همون چیزی که کامران متین اون رو وضعیت استعمار بین فرودستان مینامه. منظور از فرودست در معنای گرامشی خودشه که انسان یا اقلیتی به حاشیه رانده شده است که توان اعمال قدرت بر جامعه از اون سلب شده. و منظور از استعمار هم انکار حق یا اعمال حاکمیت جمعی یک استعمار از سوی نیروهای به لحاظ فرهنگی خارجی تعریف میشه. استعمار بین فرودستی به بازسازی ایدئولوژی که مردمان بی دولت در سرزمین خودشون به عنوان اقلیت‌های اتنیکی توسط دولت‌های پسا استعماری اشاره داره که به لحاظ هستی شناسی امنیتی شدن و در نتیجه در معرض نابودی، آسیمیلاسیون، فرودست‌سازی سیاسی فرهنگی و همچنین استعمار اقتصادی، غارت منابع و در نهایت تخریب محیط زیست قرار میگیره. سلطه رسمی یک ملت بر ملت‌های جغرافیایی ایران پیامدهای مختلفی رو در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین اقتصادی در بر داشته که نتیجه اون مناطق فارس شیعه به عنوان مرکز هست و مناطق غیر فارس و غیر شیعه به عنوان پیرامون هست. این نسبت جدید که با شکلگیری مناسبات سرمایه‌دارانی مرتبط هست یک بعد اقتصادی بسیار مهمی هم داره و اون اینه که مناطق پیرامونی شده هم مثل کردستان برای توسعه مرکز مورد استثمار اقتصادی قرار میگیرن و منابع ثروت و نیروی کار و طبیعت اون رو در خدمت اقتصاد مرکز جهت توسعه بیشتر قرار میده. بنابراین ما اگه به آمار رجوع کنیم میبینیم که این یعنی مستعمره شدن مناطق پیرامونی شده تو چه حد است. بنا به رتبه بندی مرکز آمار ایران نسبت کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به کل جمعیت مناطق پیرامونی شده همچون ایلام با رتبه 31، کردستان با رتبه 28، کرمانشاه با رتبه 27، آذربایجان غربی با رتبه 20 جزء مناطق توسعه نیافته هستند و در مقابل سمنان با رتبه 1، یزد با رتبه 3، مرکزی با رتبه 4، اصفهان با رتبه 5 مناطق صنعتی و توسعه یافته ایران است. و این در حالی که کل مواد خام یا منابع مناطق پیرامونی شده از اونجا خارج میشه و تو مناطق مرکز، تو کارخونه های مرکز تبدیل به ثروت میشه و تولید ناخالص داخلی هم نسبت کل مناطقی که ما به اسم روشالات کردستان میشناسیم که متشکل از 4 استان به اصطلاح آذربایجان غربی، کردستان و
ایلام و کرمانشاه هست 5.2%، در حالی که فقط تولید ناخالص داخلی اصفهان 5.2%. برای همین در چنین وضعیتی محیط زیست مناطق پیرامونی به ویژه کردستان مورد بهره برداری مرکز قرار میگیره و قاعدتا طبیعتش هم که تخریب میشه. ترویج کشاورزی غیر عقلانی و الگوهای کشت مغایر با وضعیت اکولوژیکی مناطق پیرامونی شده یکی از مصداقهای استعمار داخلی یا همون استعمار بینافرودستی است که در عرصه محیط زیستی انجام میشه. چنین وضعیتی نشون از ارتباط مستقیم گفتمان خودکفایی که صحبتش رو کردیم با استعمار داخلی داره که با غارت منابع و استعمار آب، خاک و مردمان مناطق پیرامونی شده توسط طبقه فرادست محقق میشه و این بار محقق شدن خودکفایی رو بر دوش فرودستان قرار میده. ما با این تفاسیر ما با نظامی روبرو هستیم که بوم کشی به یک از ویژگی‌های اصلی اون تبدیل شده. یعنی از این منظر اون چه که بر دریاچه ارومیه گذشته نه یک استثناء بلکه قاعده‌ای هست که دولت ایران به طور منظم داره باز-تولید میکنه. سیستم حاکم بر جغرافیای ایران یکی از بانیان نابودی زیستگاه‌های محلی و اجتماعی بومی در طول 4 دهه گذشته بوده. برای همینم وقتی ما صحبت از تخریبات محیط زیستی و خاصاً آتش سوزی میکنیم، یعنی یک عامل ساختاری خیلی مهم توش دخیل هست و اون عامل ساختاری همون بحران هایی هست که یعنی درونی شده در سیستم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و خودش اساساً اصل بحران هست، نه اینکه مدیریت بحران رو شکل بده یا اینکه بتونه بحران رو کنترل کنه و اینکه غیبت اون یکی از سوالای مهمی که خیلی ازش صحبت میکنن اینکه چرا دولت غایب هست. واقعیتش اینه که دولت خودش بحرانزاست و خودش عامل تولید بحرانه. پس وقتی عامل تولید بحرانه نمیتونه بیاد و از بحران جلوگیری کنه. برای همین غیاب اصلی هست و هیچ وقت وارد مناسباتی نمیشه که این روال رو، این تخریبات محیط زیستی رو معکوس کنه و ما میدونیم که ذهنیتی که بر ساختار حاکم به اصطلاح سیطره داره ذهنیت ضد محیط زیستی است، نه ذهنیت محیط زیستی. و اون چیزای، اون علمان هایی که مثل اداره محیط زیست یا اداره منابع طبیعی اینا ما شاهدش هستیم و میبینیم و اکت های خیلی منفعلانه ازشون صورت میگیره، خب قاعدتا سوری هست و برای جنبه ویترون داره دیگه. بله، توضیح بسیار عالی بود، خیلی ممنون. این میتونه یعنی جواب خیلی از سوالها رو دادش. شاید بد نباشه ما نگاه بکنیم به واکنش مردم تو این رابطه. یعنی وقتی که یه اتفاق میفته ما میبینیم که دولت نشسته و در واقع هیچ کاری انجام نمیده بر اساس تعریفی که شما کردین و عملا مردم میان. و ما یک نکته دیگه ای هم شاید بد نباشه به اون اشاره کنیم. واکنشی بود که ما به مرگ این 3 نفر دیدیم که اعتراضاتی در شهرهای سنندج، مریوان، سقز، کامیاران، اسلام آباد غرب صورت گرفت که در واقع نشون میده که این جنبه‌ای که شما توضیح دادید جنبه اصلا سیاسی پیدا کرده. اعتراضات در رابطه با حمایت از کسایی است که دارن فعالیت میکنن. وقتمون کوتاه است، اگر این رو و یا مورد دیگه ای که اگر در صحبت ها مایلید اون به اون اشاره کنید مطرح کنید که بتونیم بحث موضوع ببندیم. بفرمایید. امیر جان، این خب اهمیت و ضرورت فعالیت محیط زیستی رو نشون میده. یعنی اینکه مردم نقششون تو این تخریبات عظیم زیست محیطی چی هست و چی نیست، این نشون میده که جایگاه و اهمیت ضرورت فعالیت‌های محیط زیستی در بین مردم چگونه هست و چگونه مردم اون رو فهم میکنن. خب قاعدتاً ما
با چیزی که روبرو هستیم اینه که عرصه محیط زیستی تو کردستان مخصوصا یه عرصه سیاسی شده است. یعنی ما اکولوژیک رو در نسبت امر سیاسی درک کردیم و باهاش یعنی داریم باهاش برخورد میکنیم. خب قاعدتا این در سطوح مختلفی قابل ردگیری است. خب فعالیت‌های محیط زیستی تو کردستان از یک طرف یعنی حفاظت از معیشت نسل اکنون و نسل آینده است. یعنی داره از معیشتش دفاع میکنه، حفاظت میکنه. وقتی به دل آتیش میزنه خب قاعدتا در برابر اون تخریباتی میسته که میخواد طبیعتش رو نابود کنه. خب قاعدتا ما چیزی که باید درک کنیم اینه که انسان در وابسته به طبیعت زنده است و وقتی طبیعت یا منابع زیستش وجود نداشته باشه خب قاعدتا اون نیز رو به نابودی میره. پس یکی از چیزهایی که تو کردستان در کنش‌های محیط زیستی یا سیاست ورزی‌های مدنی اون رو درک کردن اینه که داره از آیندهش داره محافظت میکنه، از معیشتش داره محافظت میکنه. یه سطح دیگه از کنش ورزی اینه که داره رابطه خودش رو با طبیعت داره باز اندیشی میکنه. یعنی اون فهمی که از طبیعت، یعنی فهم رایجی از محیط زیست وجود داره یا جریان اصلی اون رو درک کرده و اونم محیط زیست به مثابه طبیعت هست. یعنی یک دوگانه بین انسان و طبیعت رو شکل داده و اون رو در این دوگانه فهم کرده و طبیعت رو به مثابه یه ابژه داره اون رو مصرف میکنه و داره اون رو تخریب میکنه بدون اینکه درک خاصی ازش داشته باشه. یعنی یه جوری داره بهش نگاه میکنه که انگار طبیعت صرفا برای انسان خلق شده و باید انسان فقط اون رو مصرف کنه. این درک تو جامعه کردستان داره یعنی داره باز اندیشی میشه و داره تغییر جهت میده و اون درکی هست که ما طبیعت رو نه در نسبت محیط زیست رو نه در نسبت صرفا طبیعت بلکه در نسبت تمام اشکال زیسته داره ازش صحبت میکنه. یعنی طبیعت رو با از اون یه بازخوانی دیگه از طبیعت داریم و اون چی از اینه که مفهوم طبیعت یه مفهومی هست که یعنی در تمام اجتماع انسانی که احاطه شده اون رو داره درک میکنه. اون و این خودش به تقاطعهای متفاوتی میرسه. مثلا ما وقتی از محیط زیست صحبت میکنیم در واقع داریم از یعنی وقتی از ستم محیط زیستی صحبت میکنیم داریم از ستم اتنیکی صحبت میکنیم، ستم ملی صحبت میکنیم، از ستم سیاسی صحبت میکنیم، از ستم اقتصادی داریم صحبت میکنیم، ستم طبقاتی. یعنی یک نوع پیوند دیالکتیکی بین انواع و اشکال ستم ها درست کرده. یعنی از این منظر داره نگاه میکنه. از یه طرف دیگه واقعیتش اینه که کنش ورزی رو در نسبت امر سیاسی و سازماندهی داره نگاه میکنه. یعنی کنش ورزی محیط زیستی رو با اون امکاناتی که قاعدتاً ساختار حاکم بهش اجازه داده، یعنی خب ما در سطح سیاست حزبی نمیتونیم اقدامی بکنیم چون ساختار حاکم بهش اجازه نمیده و اون رو سرکوب کرده و اجازه هر گونه هویتی رو ازت سلب کرده و ما در نتیجه با اون امکانات و اون در رفتهای قانونی که موجود هست کنشورز محیط زیستی میاد به شیوهی سیاست ورزانه، یعنی به شیوهی مدنی یا نافرمانی های مدنی یا کنشورزی های مدنی میاد سازماندهی اجتماعی میکنه.
یا سازماندهی سیاسی میکنه. برای همین در نسبت امر سیاسی همین این موضوع مطرح هست که اون بازاندیشی در امر محیط زیستی منجر به چیز میشه، منجر به یک نوع بازسازماندهی در جامعه کردستان شده و اون بازسازماندهی تبدیل به اعتراضات شده که خودتون هم ازش صحبت کردید و میخواد این پیوند بین اشکال دیگه ستم رو برقرار کنه و دولت رو مجاب کنه که حداقل اگر از بحران جلوگیری نمیکنه خودش عامل بحران نباشه. برای همینم عرصه محیط زیستی برای کنشورز مدنی تو کردستان یا سیاست مدنی تو کردستان عرصه منازعه بین روابط قدرت و مقاومت یا سیاست مردمی هست. برای همین در اشکال متفاوتی این خودش رو بازتولید کرده و داره به پیش میره. بسیار ممنون از شرکتتون و توضیحات جامعتون در این موضوع. محیط زیست مبحثی فراموش شده در جمهوری اسلامی، موضوع گفتگوی ما با آقای سامان غزالی بود. آقای غزالی سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید و توضیحاتتون. ممنونم، بسیار ممنونم و شما هم سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید که باهاتون صحبت کنم و گفتگوی خوبی داشته باشم. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.